سلام برای بچه گنگ یوتیوب. حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون هم خوب باشه. ممنون میشم از من حمایت کنید. من تازه در یوتیوب کانال زدم. ساب یادتون نره، لایک یادتون نره. ممنون میشم اگه شما از من حمایت کنید. اگر شما از من حمایت کنید من دیگه همه ویدیوامو میذارم، آپلود میکنم، مثلا فعالیت‌های بیشتری میکنم. اگه این امتحانات مدرسه و این چیزا بگذره من خیلی روزی 6 تا واسهتون ویدیو آپلود میکنم داخل یوتیوب. هر چی بخواید، جی تی آی سن اندرس، نمیدونم هر چی، تو پی سی، تو غیر پی سی، هر کاری کنید مثلا تو کامنت ها بهم بگید، من واسهتون انجامش بدم. حالا من یه 5 تایی جواب طلایی دارم، بزنم اینو ببینیم چی میده. خدا کنه انفوری یخی رو بده. بذار ببینیم. این دوست من با یه تکی انفوری یخی رو گرفت. منی که 2 ساله دارم بازی میکنم هنو انفوری یخی ندارم. اسکیم نمیکنم چیزی بده. چیشم نمیده آخه. چی نداد آخر سر. خب کفش گرفتم به چه درد. بچه این ویدیو هم یک تسلیویک دارم. میخوایم بریم کل تسلیویک رو بازی کنیم. آره دیگه گفتم بهتون هر چی به من حمایت بکنید من براتون ویدیوهای زیادتری آپلود میکنم داخل یوتیوب. بازی شروع میشه. خب اوربیمونم خیلی عقبه. اوربیمون 9 عقبیم اوربی. بله اوربی هم عقبیم دیگه. باید خب فقط یک گان بده و ما همو بزنیم و دمت کم دست این یکیه میشوشیم. از الان بگیم که همه مردن. خب
اوه بچه اومد رو بد زد. ببین دیگه این کارا رو انجام دادی با من، آره؟ باهات انجامش میدم. حالا بفهم. ببین میپرم مود. من اینو تا نزلم زیل یارم هم زد. خدا کنه بگیرم بزنمش، مگر نه نمیتونم بزنمش. اگه بتونم میزنمش، به عشق بچه ها میزنمش. حالا بفهمید. با یوزی ایرم واسه میزنم. یوزی فقط نزنید بزنید من بگیرم بزنم. سوال بوده ها. نگاه شما یک کیلو کیلوزی کرد یارم. ریلود میکنم داره میزنه. نازم بذار ریلود کنیم بعد بزنیمش. من باید این زیلو بزنم. 2 نفر 10 نفر نه 11 نفر داخل مودم. یارو زیل بود داداش منو میزد. خب چه لوتی هم داره این بازیکن. برای من جالب میشه. اسکوپ 8 اسکوپ 6 ببخشید. رو یه زنه لوت کنیم که بریم انمیه رو بزنیم. ایلام کنم جونو انمی بک ندیم. میاد زیل ما رو میزنه و باید شرط میگم. تمام کن دیگه همجا بس.
من این زیلو آخر سر میزنمش، چون خیلی خیلی بد منو زد. ما دیگه بهش رحمی نمی کنیم. الان 2 تا پرو پلیر جلوم ایستاده بودن که زدمش، خوبم زدمش. ما این برای من چیزی نیست. این نوشابهی میندازیم بالا. اوه تیر داریم کلازمون. این دنسای اسکواد میتره کنن. اسکواد رو بچه ها یه سولو اسکواد هم واسهتون ویدیو دارم تو ذهنم که بخوام واسهتون میگیرم سولو اسکواد کنم. یارو دیگه با پرو باشه دیگه اسکوادش بیاد. بعضیشون با اسکواد نمیان، حتی بعضیشون هم نشاید هم همشون. بعضی که پرو پلیر هستن اونا میان، اونا با اسکواد میان. بعضی که پرو تنها اون خیلی بد میزنن دیگه. اصلا زیل نیست.
زیر رو فکر کنم کشتن بچه. چون این دست رو وینش کردیم. این دست وین شد. چون وین شد هیولایی. یارای خیلی خوبی داشتیم. اوکی، راضی بودم با این یارایی که به ما دادیم. پابجی موبایل. خب چی میدونم بچه. در ادامه های ویدیو یک مهمون دیگه هم داریم در چنلمون. خب اون داداشمه، داداش خودم هم اینه. خودم مثلا پابجی بازی میکنه. آره دیگه این خودمه دیگه، پابجی بازی میکنه. بعد اونم گفت اگه میخوای یه 2-3 تا ویدیو بگی، بعدش من میام باهات ویدیو میگیرم با هم دیگه. مثلا میاد تو اسکوادم بریم لیویک یا ارانگل، هر دستی که شما بگید ما میگیم. شما امر کنید ما اجرا میکنیم. فقط یک شرط، ساب لایک یادتون نره. همین چیز آسونیه. یه لایک میخوای یه ثانیه هم طول نمیکشه. فقط یه لایک کن، اون قلب رو قرمز کن، تموم میشه. یه دونه دست، یه ثانیه هم اصلا طول نمیکشه. ساب هم همین جوریه. شما بگو اصلا یه ثانیه هم چیزی نمیشه. یه ثانیه. بین یه ثانیه تو بگو، فقط یه ثانیه هم طول نمیکشه. خب این چی به چیه اینجا؟ شایزه اومد چی داده؟ این تبلیغ مبلیغ دیگه، ول کن. خب چرا دیگه دیگه ویدیو رو باید تموم کنیم. یه ویدیو هم داره وقتش زیاد میشه. الان من ویدیو رو آپلود میکنم تا شما ببینید آپلود. پس من خودم چند تا یوز کردم، 182 تا دارم که الایت کردم دیگه. چون این الایت خوبه، پسر مثلا برای گیم پلی عالیه. من برای گیم پلی راضیش بودم. هم دیگه لودینگ شدیم پرید دیگه نتمونم. حالا اشکال نره دیگه. تا ویدیو بعدی، بای بای.